پرتوهای پلاستیکی و کارکرد آنها در تاجیکستان و نه تنها در تاجیکستان امروز یکی از مشکلات‌های عمده است. این کارخانه خرد در دوشنبه از زمره چند کارخانه هایی است که در نظر است در آینده تاجیکستان را از این مشکلات رهایی بخشد. بامپوش، پلیتکا یا خود سفالک و قبورهای آبگذر این محصولات معمول است که در همه جا استفاده می شوند، ولی در این کارخانه آن را از اشیای خاص استحصال می کنند، دقیقاً از پرتوهای معیشی. ترکیب این محصولات عبارت از بالون‌های فرسوده، ظرف‌های پلاستیکی یا خود باکلاشکاها و پلی اتیلن و سلوفان است. مهلت استفاده برای طولانی دارد. مثلا زیاده از اون سفالک‌ها زیاده از 10 سال ما کفالت می‌دهیم و اون بامپوش‌ها رو زیاده از 20 سال ما کفالت می‌دهیم و مهلت استفاده برای آنها این محصولات‌ها زیاده از 100 سال است. اشیای خام از اهالی خریده می شود. آنها را ریزه می کنند، بعداً با رزین، سلوفان و پلاستیک خم مخصوص آمیخته می کنند. خم 75% محصولات را تشکیل می دهد. بعداً محصولات نیم تیار را به شکل می درآورند در دستگاه های معاصر خارجی و با دستان نازک انا همین بانوان. همگی در این سیخ خوردکک 6 نفر کار میکنند که 3 تایشان زن هستند. گلنوره کوشکова алакай 3 ماه باز فعالیت دارد. در یک روز کاری این بانو 300 عدد بامپوش میسازد. کори вазнин бештар пардохт мешавад. ман ҳам ин корро интихоб кардам то ки маоши хуб дошта бошам. ман солҳо боз дар ин кори вазнин меҳнат мекунам. дар русияам кор кардам ва инак дар ин ҷо. ман бештар ба кори вазнин одат кардам, на кори сахт. سفالک‌ها و بامپوش‌های پلیمری مانند بتون مستحکمند. آنها در هوای سرد جغ نمی‌دهند. بالای آنها یخ نمی‌بندد. برف را به آسانی رفتن ممکن است. پایافزال هم محکم به آن می‌چسبد. این محصولات عجیب به نزدیکی به همگان دسترس می‌شود. با این وجود که کارخانه مذکور تقریباً نوتأسیس است، اما علاقه فرمایش زیاد دارد و در نظر است که آینده نزدیک تمام دوشنبه شهر را به محصولات خوب و با صفت تامین کند و همچنین شهر را از مشکلات پرتوها آزاد کند.